میخوام شما رو دعوت بکنم به دیدن یکی از جنجالی ترین و وحشتناک ترین ویدیوهایی که ممکن بود راجبش ببینید و بشنوید. شهرداری در حین انجام خدمات شهری به بسته زباله مشکی رنگ برخورد میکنن. من هم چاقو گرفتم، هم کیسه گرفتم، هم نایلون رو گرفتم، طوری رو بغل کردم و رو دوشم انداختم بغل کردم، به سرعت رفتم بالا، همونجا گذاشتم 20 دقیقه بالا سرش همینجا بهت زده بودم. تو حریم رو نگه داشتی؟ تو حریم این خانواده، حریم شهر، حریم اخلاق، 18 سال عمر این دختر خانم، اگه بریم سر احساس که تو اصلا جواب نداری، تو اون کارو باش کردی. این اونی که میگم به شوهر رو من توهین نکن. تا خونه مجردی، تا خریدن چاقو، تا این بارم یه آدمی که ساختمون خراب میکنه قرار اسکلت یه آدم رو خراب بکنه. سلام به همه شمایی که ویدیوهای ما رو دنبال میکنید، به جمع دنبال کننده های ما اضافه میشید، ما رو لایک میکنید، کامنت میذارید. نظرات شما برای ما خیلی مهمه. اما میخوام دعوتتون بکنم با من همراه باشید. یکی از دارک ترین و بسیار میتونم بگم وحشتناک و تیره ترین پرونده هایی که میشد راجبش صحبت کرد رو توی این ویدیو براتون آوردیم. بذارید صادقانه بهتون بگم که خیلی از قسمت های این پرونده رو اصلا ما نمیتونیم پخش بکنیم. اون چیزی که شما خواهید شنید یک بخش خیلی کوچیکی از این پرونده عجیب و غریب و وحشتناک، یک پرونده قتل و مصلح کردن مقتول با چه شرایطی و چگونه. خلاصه که اگر احیانا افرادی که ناراحتی‌های قلبی دارند یا کم سن و سال هستن و کنار شما، توصیه میکنم نبینند این ویدیو رو. شاید اذیت بشن از تعریف ماجرا و روایت این قتل واقعا پیچیده و تلخ و وحشتناک. قراره توی این ویدیو پرونده قتل و مصلح کردن یک دختر جوان که 18 سال با این آقایی که به عنوان در واقع محکوم به قتل و به عنوان قاتل توی این پرونده هست با هم دوست بودن و رابطه داشتن رو ببینیم و بشنویم و دعوت میکنم حتما تا انتهای این ویدیو با ما همراه بمونید. کامنت هم فراموش نشه، کامنت های شما رو تک به تک خواهم خوند. بریم شروع کنیم این ویدیو رو. حالا لابلای تعریف کردن این پرونده حتما باز باهاتون صحبت خواهم کرد. 19 مورخه 29/11/94 مامورین شهرداری در حین انجام خدمات شهری در خیابان کردستان جنوبی نبش خیابان 21 به بسته زباله مشکی رنگ برخورد میکنند. به دقت نوار چسبی شده، بسته بندی شده بود. خب بسته رو باز میکنن و در بررسی محتویات داخل کیسه زباله مامورین شهرداری متوجه میشن که بخشی از خانم قرار داره. خب بلافاصله موضوع به کلانتری 125 یوسف آباد اعلام در ادامه به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل و به دستور بازپرس شعبه 8 دادسرای ناحیه 27 پرونده در اختیار همکاران بنده در اداره دهم قرار میگیره. همزمان با تشکیل این پرونده در اداره دهم پرونده فقدان خانم جوانی در پایگاه 4 پلیس آگاهی تشکیل میشه. مبنی بر اینکه اعضای خانواده مراجعه میکنن به پایگاه و عنوان میکنن که دختر خانومی 35 ساله صبح روز مورخه 29/11/94 از منزل خارج شده و دیگه مراجعتی به منزل نداشته. مشخصات فرد فقدانی خانم فقدانی در سیستم جامع پلیس آگاهی ثبت میشه. به واسطه ثبت این مشخصات افسران اداره دهم متوجه میشن که قسمت‌هایی به دست اومده از داخل کیسه زباله متعلق به خانم. همکاران بنده در خصوص اعضای خانواده و اطرافیان مقتول تحقیقات رو انجام میدن. در سیر تحقیقات متوجه شخصی میشن به اسم در اداره دهم، یعنی همکاران بنده در اداره دهم اظهارات این شخص مورد بررسی قرار میدن و مشخص میشه این اظهارات تماما کذب هستش. مجبور میشن که لب به اعتراف باز کنن و به ارتکاب جنایت اعتراف میکنن. شغل شما قصابیه؟ نه خیر. شغلتون چیه؟ زمینه فعالیت من اخیراً در حدود 7-8 سال اخیر در زمینه ساختمان فعالیت دارم. بساز و بفروش شنید انجام میدید؟ کلیه کارهایی که من مرتبط به ساختمان از 0 تا 100 رو انجام دادم. حدوداً 5-6 سال قبل با پسر خالم در منطقه 1 و 3 فعالیت داشتیم. یه ساختمان رویشون مشارکت میبستن. من از تخریبش تا انتها که کلید رو تحویل میدادیم در اختیار من بود. پیمانکار بودین در کلاً.
تحصیلاتتون در چه حدیه؟ من دیپلم هستم ولی مهندسی عمران رو خوندم، ادامه‌ام ندادم. پس میتونم معنی یک کلمه رو ازتون بپرسم؟ بفرمایید. قساوت قلب یعنی چی؟ قساوت قلب یعنی این که آدم به جایی برسه که اون چیزی که از قلبش بیرون میاد پا روی اون بذاره، با عقلش تصمیم نگیره. از قلب شما چی بیرون اومد؟ من آزارم به یک مورچه هم نرسیده بود تا قبل از اون روز. هر کسی که تو این سال من رو میشناسه به نوعی، از همسایگی، تحصیل، هم کلاسی، همکار، یا هر کسی که به نوعی اسم من رو میدونه، حتی یک مورد هم، حتی خود خانواده، هیچ کسی در رابطه با من حتی یک مورد رو نخواهید. من تعریف از خود نمیخوام بکنم. میدونید میگن آدم یعنی آدمی زاد همه اتفاقای زندگیش به دمی بسته است. دقیقاً هم درسته؟ بله واقعا. من دوباره برمیگردم به قساوت قلبی که شما شاید خیلی خوشت نیاد حتی در مورد این که دوباره من این رو تکرار کنم. به قول خودتون انگاری صحنه‌های اون روز و اتفاقی که افتاد تداعی داره میشه. من زمانی که بازپرسی رفتم پیش بازپرس، گفت من انتظار داشتم از در کسی وارد بشه وقتی اون صحنه ها رو دید. یعنی دقیقاً جمله ایشون رو دارم بیان میکنم. گفت هیتلر هزاران نفر رو کشت ولی کاری که تو کردی از هیتلر هم بدتر بود. ولی باورتون میشه من عجیب و غریبه. این قاتل بیرحم میگه که آزارم به یک مورچه نرسیده بود ولی شغلش هم قصابی نبوده، اما تو بسته‌بندی انقدر در واقع تکه تکه و خرد شده بوده که اینا رو بسته‌بندی کرده. تا انتهای ویدیو حتما همراه ما بمونید. بازم تاکید میکنم خیلی از بخش‌ها رو ما نمیتونیم پخش بکنیم، اما حتما اگر تا انتهای ویدیو ببینید ماجرا رو و بشنوید متوجه این داستان و مقدار قساوت و قسی القلب بودن این آقای قاتل خواهید شد، در واقع متوجهش خواهید شد. اصلا انتظار نداشتم که شما یه آدمی باشین که مثلا یه چهره متفاوتی داشته باشه. میدونید چرا؟ چون پشت این میز هزاران نفر مثل شما رو دیدیم که اتفاقا اونهایی که جنایت‌های هولناک انجام داده بودند اتفاقا آدم‌های بسیار آرام با یه نگاه نافذ مثل همین نگاه شما و آدم‌های تیز، زیرک، باهوش، قدرت بیان فوق‌العاده عالی. به همین خاطر من اصلا تعجب نکردم. اتفاقا انتظار آدمی عین خود شما رو داشتم. چند سالش بود؟ از چه طبقه و خانواده‌ای بود؟ راستی مجردی؟ مجردین. چند سالش بود؟ 36 سالش بود. خب دقیقا من 18 سال قبل، سال 76 من با ماشین داشتم تردد میکردم. مسافرکشی میکردی؟ 18 سال با هم دوست خب از اولشون باید خوب بوده باشه. نه بازم اونجوری که شما میگیم مثلا چیز نیست. ولی در حال حرکت بودم بر اساس اتفاق، یعنی از چیزا. ایشون با یه دوستشون که دختر بود دوتایی با هم سوار ماشین من شدن. میتونم بپرسم شمایی که مسافرکش نبودین چرا با دوتا خانم رو، چه چیزی شما رو جذب کرد که دوتا خانم رو سوار کنید؟ شاید شور و شوق جوونی، شاید. ماشینتون چی بود؟ اون موقع بکنم پیکان بود. چرا با تأمل و با داشتم فکر میکردم که خیلی ماشین مگه عوض میکنی؟ بله من نه که بیزینس ماشین بکنم ولی ماشین بازی؟ نه به اون معنا. نمیشه که هر خانمی که کنار خیابونه به شوق جوونی نه شاید هم اونها شاید هم یعنی قطعا هم یعنی این کانکشن شدنش دو طرفه بوده، یعنی فقط من نوعی نبودم. شاید اونها هم تمایل داشتن وگرنه شما خودتون 1000 نفرم جلوتون بیستن با هر نوع ماشینی اگر نخواهید هیچ کسی به زور که نمیتونه سوار کنه. قطعا همینطوره. شاید به صورت شاید یه ارتباط دو طرفه بود، تمایل دو طرفه بود. بعد 18 سال شما یه ارتباط سلام علیکی داشتین؟ بله من 18 سال، البته این زمان چون به درازا کشید سالها میشد که مثلا 1 سال و نیم 2 سال تا 2 سال و نیم من ایشون رو حتی نمیدیدم، ولی مناسبت‌های خاص زنگ می‌زدیم به هم. مثل یعنی چی مناسبت‌های خاص؟ مثل روزهای تولد. زنگ می‌زدیم میگفتم مثلا من نمیتونم ببینم یا نیستم، تهران نیستم، یا چون نیستم مثلا به هم دیگه تبریک میگفتیم. همین تبریک خشک و خالی؟
بله دیگه. یه آقایی که شور جوانی داره، مسافرکش نیست و خانمی رو از کنار خیابون بر میداره، سوار میکنه و بعد باهاش دوست میشه و 18 سال هم به قول آقای دکتر باهاش در ارتباطه، یعنی فقط زنگ میزنه، مسئول و وظیفه اینه که زنگ بزنه دوست عزیزم تولدت مبارک. من تو طول این مدتی که بعد از اینکه آشنا شدم با خانوادهشون در ارتباط قرار گرفتم و اینها، هر وقت هر کمکی که از دستم برمیاد. آها، پس شما منزلشون هم میرفتید؟ بله. از چه سالی به بعد شمایی که حتی آدرس 4-5 خونه‌شون رو نمیدونستین رفتین 4-5 وارد سال به بعد که شاغل نبود؟ چرا؟ شغل‌های متفاوتی رو چی داشت. مثلا شغل‌های متفاوت؟ ببینید یه مدت تو شرکت همین خب پیش مادرشون رفته بود. خب بعد یه شرکت آسانسوری جداگونه، یکی از همون بچه‌ها رفته بود جداگونه یه شرکت آسانسوری زده بود. شما پول دستی هم بهشون میدادین؟ خیلی وقت پیش می اومد. چرا؟ ببینید وقتی که مثلا یه وقت مشکلی پیدا میکرد به من رجوع میکرد به عنوان نفر اول. اینقدر داری مثلا فلان کاری میخوام بکنیم، مثلا لنگیم. هیچ وقت این به فکرتون رسید که ممکنه بخواد سرکیستون کنه این دختر؟ نه، میخوام بگم گفتین چرا دوستش دارین؟ به خاطر اینکه منو به خاطر خودم میخواد. شما چیکاره ایشون بودی؟ شما پدرش بودی؟ شما برادرش بودی؟ شما محرمش بودی؟ شما چیش بودی؟ من یه آدم تو خیابون بیاد دختر مردم رو سوار کنه بگیره ببره بعد تو نفر اولشی، برای چی؟ نه. چه نسبتی با دختر مردم داری؟ من نسبتی نداشتم جز یک دوست. ولی دوست یعنی چی؟ من میتونم با خواهر تو دوست بشم؟ من میتونم با ناموس مردم دوست بشم؟ من میتونم با دختر مردم دوست بشم؟ اشکالی نداره هممون با هم دیگه دوست بشیم. مثلا خواهر شما نداری متأسفانه. تو به شعور من توهین نکن. تو 18 سال با یه دختر دوستی، بعد میگی من باهاش رابطه نداشتم. تو چند تا سفر خارجی باش رفتی؟ آقا آدم یه کاری کرد باید بگه آقا من این کارو کردم. تو به یه نفر پول میدی، تو چی کاره اون آدمی؟ آقا شما الان به یه نفر بیرون پول میدی؟ آقا شما خانم شما پول میدی؟ شمایی که دارید میشنوید، شمایی که دارید میخونید این مطلب رو، شمایی که 10 سال دیگه این کتابو میبینید، من دارم میپرسم از این آقا که آیا من اگه نسبتی با کسی نداشته باشم نفر اول چه نفر اولی؟ مثلا میگم شما اینجوری هستید، یعنی شما به کسی که باش رفاقتی ندارید، به قول معروف صنمی ندارید، کمک میکنید اینجوری، نمیدونم رفت و آمد دارید تو خونهشون، بهشون پول یا چیز دیگه میدید. سوالاتی است که از این متهم پرسیده شد و گفتم دیگه 18 سال دوستی رابطه، ولی جوری تموم میشه که اصلا نمیشه گفت. خیلی سیاه، دارک و پیچیده و وحشتناک. بشنوید بقیه پرونده رو، ویدیو رو تا انتها ببینید. پدرش توی آژانس کار میکرد، ماشینش همیشه خراب بود. هر وقت مثلا میپرسیدم میگو بابا مثلا رفته فلان تعمیر، گفتم ما این که آفتاب خرج لعیم ماشینش رو بفروشه، یه دونه ماشین بهتر، کسی که آژانس کار میکنه این ماشین نو داشته باشه بهتره. گفت توانش رو نداره. گفتم بفروشید من میذارم روش. چقدر پول بهشون میدادی؟ تو موضوعهای مختلف اعداد فرق میکرد، ولی برمیگردون، نه که بگیره به من نده، برمیگردون. میدونی که ما همه ایرانی هستیم از کره دیگه که الان نیومدیم، درست. چرا یه دختر رو 18 سال دنبال خودتون کشوندید؟ اصلا این نبود که من امیدواریش بهش بدم، بگم مثلا من میخوام که مثلا تو همپوست نگرش دارم که بگم آقا من میخوامت ولی شرایطم جور نیست که به قول شما بکشونمش 18 سال. یعنی مثلا اگه رفت با یه آقای دیگه‌ای، اگه میرفت با یه آقای دیگه‌ای ناراحت نمی‌شدی؟ خب قطعا ناراحت می‌شدم، ولی زندگی تعلق خاطر احساسی نسبت به این آدم داشتی یا نداشتی؟ بله داشتم. یعنی از نظر احساسی متعلق به خودت میدونستی؟ علاوه احساسی من گفتم، یعنی بین من بله، تو رو خودت توضیح نده. بله 18 سال تو از نظر احساسی با یه خانم در ارتباطی، تو مسیحیت، تو یهودیت، تو زرتشت، تو اسلام، تو این شرایط میگن شما باید محرم بشید، ثبت بشید، قانونی بشه این ارتباط، قانونی و قانونمند بشه. چرا این کار نکردی؟ تو دوستش داشتی، برات مهم بود، بهش کمک می‌کردی. از نظر احساسی ازدواج جنین دیگه، ازدواج قانونی. من تو اسلام هم نمیگم، میگم مسیحیت، یهود، زرتشت، ما یه رابطه یه قانونمند، محرمیت ثبت شده، حقوقیه. چرا؟ چون بار حقوقی برای من میاره و برای طرف مقابلم. تو احساس داشتی نسبت به این آدم؟ یک جمله بین من و این ارتباط بود که آقا من تا زمانی که با شما دوست هستم
با هم هستیم، حالا جایی میخوایم بریم، خریدی میخوایم بکنیم، هر وقت دلمون گرفت هم دیگر ببینیم، ولی هر کی سوی زندگی خودش. اگه کیس ازدواج برای شما پیش اومد، شما سوی زندگی خودت، منم میکشم. یعنی توی این 18 سال هیچ کیسی برای شما و خانم به وجود نیامد؟ چرا ازدواج نکردین؟ اون دلیلش بود که من نمیدونم. یعنی شما با کسی 18 سال بودین، رابین هود زندگیش بودین، شخص اول زندگیش بودین، ولی نگفتین که دختر برای چی تو ازدواج نمی‌کنی؟ چرا؟ حالا حتی در حضور مادرش هم بهش گفتم. یعنی یه موقعی پیش اومد من و مادرش رفته بودیم با هم خیلی. مادرشون چرا رابطتون هم پس در این حد نزدیک بوده؟ این خانواده میدونست. من به تمنا میکنم. به این اذانی که الان داره پخش میشه ما نمیتونیم برگردیم به پنجشنبه که گذشته. نمیشه واقعا. دیگه نمیشه برگردیم. تو یه سری کارایی کردی. انقدر مرد باش که مسئولیت کاراتو بپذیری. ببین تو 18 سال با یه دختره ارتباط داشتی، شما یه جای گفتی من در حق خودم کم لطفی نکردم، من سعی کردم خیلی منظم باشم. من واقعا این قسمت رو نمیفهمم. تو ارتباط احساسی داشتی، دوستش داشتی، چون این دوست نداشتی ارتباط ادامه بده نمیکرد. خب خانواده‌اش هم میدونستن، چرا نخواستی مسئولیت شرعی، اخلاقی، اجتماعی، قانونی، حقوقی تحت تکفل داشتن یه دختری که به پای تو 18 سال موند؟ مگه نگفتی تا زمانی که من حرف شما رو استفاده میکنم، تا زمانی که ما با هم دوستیم به هم متحدیم. زمان دوستیتون چقدر؟ 18 سال. شما انقدر باش برای مهم بود که دلت برای ماشین باباش میسوخت، برای ماشین باباش. بابا اون ماشین فلزه. من دارم در مورد قلب این آدم صحبت میکنم. این دختر دلش نمیخواست که زیر یه خونه با زیر سقف با تو باشه. اون دنبال ازدواج کردن بود، چندی موردم خواستگار براش اومد. چرا تو رو انتخاب نکرد؟ چرا مستقیم به من حتی نمیخواست. من نمیخواستی چرا از زندگیش بیرون نرفتی؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، سال 5 به طور کامل نرفتین که دیگه پشت سرتون هم نگاه نکنید. سال 5 چیه؟ 18 سال. و جالبه که میگه گفتم اگه خواستی ازدواجم بکنی ازدواج بکن، ولی در این حد با هم رفاقت و دوستی داشتن که حتی خانواده‌شون هم در جریان بوده. خیلی عجیب و غریبه. و اینکه انتهای ماجرا چرا به اون جای ختم میشه که نمیشه اصلا تعریفش کرد. میکنم الان با افراد دیگه در ارتباط و دوستی بود. هم شما؟ من هم 1-2 تا دوست دیگر تو طول این مدت داشتم، ولی هر کسی با من 2-3 نفری که الان عرض میکنم خدمتون، منو به عنوان یه حساب بانکی نگاه میکرد، منو به عنوان یه پله‌ای که به یه جایی افراد دیگه که با من به غیر از تو همین دادن نسبت به دیگران توی موضوع آدم منصف‌تر و با محبت‌تری بود. نه خیلی ایشون هم با افرادی دوست بودن. نه به جهت حساب بانکی نگاه کردن به شما. خب همین بود که میخوام الان بگم. چرا شما سوال میکنید چرا 18 سال کات نکردی؟ شما سوالتون اینه دیگه. منم دقیقاً دارم جواب. برای نجات زندگی این دختر که شاید بره و ازدواج کنه. من خب میدونم که شما اگه مثلا فهمیدین آدم خوب نیست، برای چی اومدی بعد مثلا یه همچین اتفاقی افتاد؟ چی کارش بودی؟ اگه تو داماد خانواده بودی، محرم خانواده بودی، داستان خیلی فرق می‌کرد. اون زنت بود. اما ببین اصلا این که میگم به شعور من توهین میشه اصلا اینه. آدمی بودی که اینقدر برای تو محترم بودی که باش رابطه داشته باشی. الان به راحتی در موردش اینجوری صحبت می‌کنی؟ پنجشنبه چه اتفاقی افتاد؟ روزی که دید خیلی از ماها رو کدر کرد، قلب خیلی ها رو به درد آورد و یه کمی هم ترسوندمون که مثلا من شما یه شهروند بودیم واقعا. آرزوام به خدمتتون پنجشنبه قرار گذاشته بودیم که بریم برای خرید. خوب گوش کنید. از اینجا بعد داره تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاد و چه کار کرد. ما هم تا اونجاییش رو که میتونیم و میشه برای شما آماده کردیم. این قسمت ویدیو رو با دقت ببینید و بشنوید. لباس، چون من کارم قبلا کار لباس زنونه انجام میدادم. چند تا کار عوض کردی؟ من چند تا کار عوض کرده بودم از بعد از خدمتم. چیا بود؟ لباس زنونه بود. آرزوام به خدمتتون که هم خرید و فروش ماشین بود. بعد خدمتتون عرض کنم که کار ساختمون، چون سلیقه من رو دوست داشت تو خرید لباس، میگفت با هم بریم به اصطلاح خرید کنیم. لباس مجلسی این خانم رو شما انتخاب میکردی؟ مال ایشون رو من انتخاب نمیکردم. این نبود که هر جای ایشون میخواست بره. اگر من بودم
با هم بودیم میتونستیم با هم باشیم میرفتیم خرید شما می‌کردیم. سلیقه لباستون خوبه؟ الان گفتی یه خانومی برای لباس مجلسی خودش سلیقه نداره یا سلیقه یه آقای غریبه ای رو برتر میدونه، زنگ میزنه بهش میگه دوست من بیا با من میخوام لباس زنونه بخرم برای مجلس زنونه، تو برای من انتخاب کن. یا شاید هم چون لباس رو تو تن شما باید میدیدین یا اصلا میدیدین. نه اینجور نیست. ببینید من خانم برادرم هم اگر چیز کنن موقع خریدش نه من نمیرم. ما حقیقتش قصدمون برای این بود که یه سفر خارجی با هم بریم دوباره. بله جدیدا 2 نفری؟ بله دیگه. به اتفاق دوست دیگریشون که ایشون هم خانوم هستن قرار شد که ایشون هم اگر بتونن ویزا بگیرن قرار شد کجا؟ که برای تایلند. یعنی آدمایی که همه مجردن، خانم آقایونی که من مجردن. اون خانومو نمیشنم که مجردن یا اطلاعی ندارم از اگه مجرد نباشه که بدون شوهرش نمیتونسته بخواد بیاد. اگه میومدم با شوهرش حتما میومده دیگه ما تو روز پنجشنبه که با هم صبحونه خوردیم 7 اومدیم بیرون در حال گردش توی خیابون بودیم. صحبت‌های دیگه شد بعد یک دفعه کوره در رفت. اون روز نمیدونم باور کنید نمیدونم اون چه فعل انفعالاتی چه صحبت‌های رد و بدل شد که کار ما کشید به ناسزا گفتن. چرا روزش طبیعی نیست؟ به من گفته بود که بیا با من ازدواج کن. خب در گذشته بله. مثلا 3-4 یعنی نوع نگاه این دختر خانم به شما این بود که شما شریک زندگی عمریش باشی و بتونه به شما من اینجوری نگاه نمی‌کنم. نه شما نه داره میگه. من دختر خانمی رو میگم که 18 سال از زندگیشو از دست داد. اینجور نبوده. خب شما یه جر و بحثی داشتین، ببخشید شما خیلی کش میدین قضیه رو و ما اصلا فرصت نداریم چون پرونده های دیگه ای هم هست که باید به اونها هم برسیم. خواهش میکنم. شما اون روز با هم دیگه جر و بحث داشتین. جر و بحث این بود که این خانم از قبل میگفته که آقا بیا با من ازدواج کن اگر واقعا شما منو میخواید، که من بعید میدونم شما بهش ابراز علاقه نکرده باشین، شما بهش نگفته باشین که منم تو رو به عنوان همسر زندگی میخوام. حالا الله اعلم به عنوان شریک احساسی. وقتی که کسی توی زندگی کسی هست نمیشه بهش بگی که اگه دوست داشتی برو ازدواج کن، تو ازدواج نکردی ما با همین. شد که به اینجا کشید. ما میخوایم بقیه مردم به اینجا نرسند که ما ببینیم جوانی مثل شما یا مردی مثل شما الان اینجا روبروی من باشه با یک جنایت هولناک، با یک سلاخی، با یک قساوت قلب. و من اتفاقا فقط میخوام به همون لحظه برسم، به لحظه چاقوی تیز شما و اتفاقهای هولناک بعدش. انجامش 2-3 بار که فحاشی کرد باز من کوتاه اومدم گفتم عصبی هستی معلومه، گفتم شروع به فحاشی اینا کرد. بعدش رسید یه دفعه فحاشی به مادرم کرد، گفتم میفهمی چی میگی؟ تو داری با مادر من نزدیش؟ نه دست روش بلند نکردم. خب. توی ماشین بودم. سری ماشین رو یه کناری تو حرکت چون ترمز دستی کشیدم به سمت ایشون حرکت کردم، جهش برداشتم از روی صندلی خودم. من کمربند نبسته بودم، کمربند بسته بود. بله. بعد با یک دستم دست چپم دستم رو گذاشتم روی دهانش برای اینکه ناسزا میگفت. البته منم دیگه بهش فحاشی کردم، خیلی دیگه اوجش رسیده بود دیگه. من چیز کردم تو میفهمی چی داری میگی، اصلا حرف نزد تو لیاقت اینو نه. با یه دستم گلوش رو گرفته بودم، با یه دستم روی دهانش رو گرفته بودم. یه عادتی داشت هر وقت تو ماشین میشست زیر صندلی رو میداد جلو، چون من همیشه صندلی رو میدادم عقب که راحت رانندگی کنم. برای اینکه مشرف هم دیگه باشیم همیشه صندلی میداد جلو، پشتیشو میخوابوند. بعد دست راستش رو همیشه 2 تا توی کمربندش همیشه میبست، همیشه دستش رو توی کمربند میکرد. اون دستش توی چیز بود، دست چپش هم بعضی وقتا مثلا هیچ کدوم از 2 تا دستاش قابلیت حرکت نداشت. دست چپش روی زیر من بود. خب من یه دستم روی گلوش بود که فحاشی نکنه. اون دستش هم خب طبعا توی اون دستش بود. بله با توجه اینکه یه دفعه چقدر طول کشید تا خفه؟ کمتر از 1 دقیقه، والله قسم کمتر از 1 دقیقه. آقایون میگن هیچ امکان نداره 1 دقیقه نشه. یه لحظه حس کردم که صورتش کبود شد. یه لحظه همین جوریه ها، یه لحظه است، یک لحظه است که میتونه شروع یه اشتباه بزرگ باشه که توی این پرونده منجر به یک جنایت هولناک و مصلح کردن و قطع کردن و این داستان ها برسه. با همون یک لحظه اول که شروع شده
و دستشو گذاشته روی در واقع دهن طرف برای اینکه داشته به قول خودش فحاشی میکرده. ببینیم تقریبا 15 دقیقه از این گفتگو باقی مونده، ادامه پرونده رو با هم ببینیم، بشنویم. حس کردم رنگ پوستش تغییر کرد. ناخودآگاه هر جفت دستم رو ول کردم، اما دیر شده بود. بله متاسفم. وقتی برداشت یه همچین صدایی فقط داد و ول کرد. سریع رو سریشو باز کردم، 2-3 تا چک زدم تو صورتش، یه مقدار آب بود سریع آوردم تو صورت، ولی دیگه هیچی. رفته صورتش کبودتر میشد. بعدش چی شد؟ هاج و واج موندم. از این تایم به بعد نمیخوام زیر مسئولیت خالی کنم شونم. فقط برامون تعریف کن. فقط براتون تعریف میکنم. از این لحظه به بعد من خودم نبودم. من رفتم یه لحظه خودم رو به سمت ایوانک دیدم. من اخیراً حدود 5-6 ماه قبل به ایوانک تردد زیاد می‌کردم برای خرید زمین. کارم ملک بود. زمین هایی که ارزون قیمت باشه می‌خریدم، هم آپارتمان هم زمین هایی که قیمتش باشه. یه لحظه بعد از حالا نمیدونم چقدر طول کشید و یا چه خیابون‌هایی رد شدم نمیدونم، ولی یه لحظه خودم رو تو مسیر ایوانک دیدم. اول تو ذهنم این بود، من خدا شاهد اون قضاوت قلبی که شما میگیم در من نیست. قسم دارم میخورم اون چیزی که انجامش دادم، جنایت کردم، پاشم وایستادم، من کردم. مثل کسای دیگه نیستم زیرش بزنم و کردم. اصلا تعریف کنم چه اتفاقی رفتم سمت چیز. هدفم این بود که برم سمت ایوانک، چون با اون منطقه زیاد تردد کردم. من 2 واحد آپارتمان خالی از سکنه حدود 4 یا 6 ماه قبل خریداری کردم و وقت خریداریم هم خالی بوده تا همین الان. طبقه دوم و سوم روی هم دیگه. رفتم به سمت اول زمینای کشاورزی، دیدم برعکس همیشه که اونجا پرنده پر نمیزد. در هر صورت اتفاقا همه افتاده دیگه، قصه که تعریف نمی‌کنیم که یه واقعیت، یه جنایت، یه جنایت داریم صحبت می‌کنیم. شما رفتید به سمت زمین‌ها، دیدید شلوغه 2-3 تا هم گله گوسفند و چوپوناش بودن. دیدم نمیتونم اونجا چیز کنم، با توجه اینکه رفت آمدم بود، معذور می‌دیدن، امکان شناخت بود. برگشتم سمت خود من آپارتمانی که داشتم. کجا آپارتمانتون بود؟ هم خود ایوانک شهرش، یعنی قسمت مسکونیش. در پارکینگ رو باز کردم، با ماشین رفتم داخل. توی پارکینگ در رو بستم، به دو رفتم بالا، همونجوری رو صندلی عقب که پشتش دست بهش دیگه نزدم. هم موقعی که دیدم رفته کبودیش فقط بیشتر میشه. بعد که دیگه دیدم کار از کار گذشته، رفتم توی پارکینگ، رفتم طبقه دوم کم راپله رو نگاه کنم. همین که در رو باز کردم، برگشتم اومدم پایین به سختی خیلی زیاد، با سعی و تلاش، از یک طرف استرس که کسی نبینه، طوری ایشون رو بغل کردم، حالا نمام رو دوشم انداختم، بغل کردم، به سرعت رفتم بالا. آپارتمان خالی از سکنه است؟ بله، هر جفت واحدات، چون طبقه دوم هستش، چون طبقه دوم هم هست. نه منظورم اینه که اون مجتمع فقط شامل 2 طبقه شما بود؟ نه خیر، خونه های دیگه نبودن؟ چرا؟ ساکن بودن؟ اتفاقا صدای بچه و زنم یا تلویزیون هم می اومد. خب نترسیدین از اینکه کسی الان بیاد داخل آپارتمان؟ دارم عرض میکنم خدمتتون، به سختی، با خیلی استرس زیاد. اگر کسی شما رو میدید میرفتین اون آدم رو هم بکشین برای اینکه شاهدی باقی نمونه؟ ممکن بود در اون لحظه؟ نمیدونم، چون در خودم نبودم. خب به سختی بودم توی واحد خودم، کف همون دری که باز کردم تو سالن، همونجا گذاشتم. 20 دقیقه بالا سرش همینجور بهت زده بودم، هیچ حرکتی نداشتم، فقط نگاه میکردم. در آپارتمان بستم، اومدم سمت خیابون. تا اینجای ماجرا متوجه شدید چه شد؟ دیگه چاره‌ای نداشته و مجبور شده مقتول رو ببره به اون خونه‌ای که داشته، آپارتمانی که بوده برای زندگی مجردی خودش، و میبره اونجا و رهاش میکنه توی سالن همون آپارتمان یا خونهش و میاد بیرون. تازه از اینجا ماجرا دارکتر میشه که وقتی میره بیرون و میگه دنبال چی هستن برای خرید، شما متوجه میشید که چه نیتی داره. بدون ماشین اومدم تو کنار خیابون، یه دست فروشی که پلاستیک میفروخت. خب نمکی های قدیم که سبد و کیسه پلاستیک و اینا. ابتدا نگاه کردم خیلی خورده ریز داشته، چرخ بزرگ. ابتدا نگاه کردم این نایلونا هست میزنم پشتش که چیز از این عریض نایلونای پر.
یه نایلون بزرگ چیز کردم با خودم، گفتم که بذارمش حالا یه پتو یه چیزی هم خریداری کنم که دیده نشه بذارم. من هم چاقو گرفتم، هم کیسه گرفتم، هم نایلون رو گرفتم. 2 تا چاقو که برداشته بودم یه دونش بکنم. شما درگیریتون تو ماشین اتفاقی بود، تو یه دفعه ناراحت شدی، تو بعد از مرحله خفه شدن این آدم تا مرحله آخری همین اتفاقی بود. بعد من عصبانیت رو قبول میکنم، من این که دستتو گذاشتی رو قبول میکنم، اما از اینجا تا همینجا ممکنه من اولیای دم باشم بگم اتفاقی مرد، این همه آدم میبخشن، این همه فلان، اما از اینجا به بعد اصلا منطقی نیست. باور کنید آقای دکتر، من قصدم نه توهین به شعور کسی هست، نه شونه خالی کردن هست، ولی باور کنید نمیدونم چه اتفاقی افتاد، نمیدونم چرا من دست به همچین جنایتی زدم، این حرکت رو کردم و فقط الان به قول قاضی که میگه هیتلر 1000 نفر رو کشت ولی جنایتی که تو کردی بدتر از اون بود. نقطه ضعف شما کجا بود که الان شد پایان داستانتون اینجا؟ حماقت در یه لحظه، فقط عدم تشکیل خانوادم که بارها مادرم با سرزنش، نه مادرم. ببخشید سوالی ازتون دارم، چرا انقدر با کراهت و با آر بودن میگین عدم ازدواج نه با اینقدر ازش تون میومد؟ در حق تو که از اول اینجوری بود، 5 سال اول اینجوری بود. من میتونم به جرئت بگم شما یه نفرتی ازش داشتین. نه بابت چه ماجرایی نمیدونم. نفرت نداشتم. چرا پس انقدر آرتون میاد از ازدواج با رفتارهایی که بعد از این برای من روشن؟ من یه آیتمش رو فهمیدم، اونم بر حسب اتفاق. آیا رفتار شما باعث نشد که به شرایطی برسه که شما الان به قول خانم کراهت دارید از اینکه با این آدم تشکیل خانواده بدین؟ نه. خب 5 سال اول که خوب بود دیگه. خب 5 سال اول اگه ازدواج میکردی، اون آدم هم که تو 5 سال اول از نظر خودت خوب بود. منم همینو میگم. شما میپرسین ضعفتون چیه، من دارم میگم که ضعف من علیرغم اینکه کل خانواده، نه پدر مادرم، تمام اقوام، دوست آشنان، هر کی میگفت مثلا میدید منو، چون به نیکی از من یاد میکرد، میگه حیف تو چرا زن نمیگیری، چی کم داری که ازدواج نمیکنی؟ وقتی که من شرایطم شرایط طبیعی نیست، آیا تو با من فرقی داری؟ اگه تو فرق داری باید شرایط منو درک کنی دیگه. شرایط درک میکنم تا زمانی که حریم حفظ بشه. حریم من، مرز حریمو تو تعیین میکنی. خط قرمز برای من. تو حریم قائلی؟ تو به حریم قائلی؟ تو حریم رو نگه داشتی؟ تو حریم این خانواده، حریم شهر، حریم اخلاق، حریم 18 سال عمر این دختر خانوم؟ نه. پس چرا انتظار داری حریمت حفظ شه؟ من اگر همچین حرکتی کردم، نه، چرا انتظار دارین شمایی که آدم مقید به حریمی هستین، چرا انتظار دارید دیگران حریم شما رو حفظ کنن، شمایی که خودتون وارد حریم نه تنها یک فرد که یک خانواده شدید، اون هم بی قانون؟ غیرت یعنی چی؟ غیرت یعنی کسی تو حریم خصوصی وارد شدن بدون دلیل. غیرت یعنی کسی مزاحم بشه. شما رفتارهایی با غیرت داشتی؟ نه. شما یه آدمو کشتی، بعد غیرت مردانگیه؟ نه. من اون لحظه رو نمیگم، من 18 ساله دارم میگم. تو 5 سال زندگی یه دختر یه کاریش کردی که اگه هر فرضش دور، چون آدم مرده، من نمیخوام پای سرش حرف بزنم، اگه این بد اخلاق باشه، بد رفتار باشه، باز مسئولش تویی. چرا؟ چون 5 سال اولش کاملا عاشقانه این یه دختر معصوم اومده سراغ تو. حتی مسئولیت 3 تا 5 سال بعدیش هم با توئه. تو اون کارو باش کردی. اگه بریم سر احساس که تو اصلا جواب نداری. من این دختر خانومم با همه عشق اومدم سمت تو این کارو با من کردی. آقای دکتر، من از اول دوستی من بهش گفتم من قصدم ازدواج با شما. اگه تو قراره شما که 2 هفته فرصت گرفتید توی 3-4 سال، خب پس خیلی بارها بحث ازدواج بین شما پیش آمده. نه. شما که مرد ازدواج نبودین، شما که غیرت دارین، شما که حریم خصوصی میدونید یعنی چی، میکندی میرفتی، نمیموندی. تو میدونستی من بدم، تو با من فرق. من اگه به مادر تو توهین کنم فحش کار بدیه؟ توهین کردن کار بدیه؟ یا توهین به مادر تو کار بدیه؟ فحش دادن کار بدیه؟ من حق دارم به این خانم فحش بدم؟ اینکه من فحش بدم بده یا اینکه فحش دادن بده؟ این 2 تاست. این اونی که میگم به شوهی رو من توهین نکن. به همین خاطر گفتم 4 تا دهه زندگی تو بگو که بگم تو هر دهه‌ای تو این کارو کردی. اونجایی که درست رها کردی، اونجا کشتن 4 سال مدرک کارشناسی، اونجایی که هویت ایرانی تو بردی زیر سوال، اونجایی که 3 تا کار مختلف، اونجایی که مادرت که عزیزترین آدمته فقط داره اینقدر ارزش داره که کسی بهش فحش نده و تویی که خفه گری کشتیش. هیچ حقی به خودم نمیدم. با یه زبانی با این دختری که 18 سال
جوونیشو با تو گذاشت و حداقل 5 سال اولش اونجوری بود که تو میخواستی، فقط نفهمید که تو یه آدم عبوری هستی. حداقل برای زندگی مشترک این آدمو نمیخوای. دقیقاً باش صحبت کنی به اندازه 1-2 دقیقه باش صحبت کن. دلم میخواد استدلال تو بشنوم، از داخل ماشین تا خونه مجردی تا خریدن چاقو تا این بارم یه آدمی که ساختمون خراب میکنه قرار اسکلت یه آدم رو خراب بکنه، چون توی ساختمون سازی وظیفه تو ساختن نبود، وظیفه تو خراب کردن اون ساختمون بود و این توصیفی خودت کردی. تو انسانی و میتونست اصلا جامون برعکس باشه. من اینم میفهم، من درکت میکنم. یه دقیقه باش صحبت من به خدا بنده خدا، حتی خودت هم میدونی از اینکه این کارو کردم واقعا پشیمونم، واقعا شرمنده‌ام. از درگاه خداوند طلب بخشش میکنم. خیلی ممنونم از شما. ممنون از شما. هیچ قاضی عادل‌تر از خدایی که اون بالا نشسته و در اون لحظه کنار شما بوده نیست. دقیقاً. خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم اگر تداعی خاطره بدی شد برای شما، اما ما مجبوریم، وظیفمونه که این کار رو انجام بدیم. یه کسی دست به یه جنایت میزنه که تهش نیازی داشته باشه، یه نفرتی پشتش باشه. به خدا من هیچ کدوم اینا رو نداشتم، راحت داشتم زندگیمو میکردم، به هیچ کسی هم کاری نداشتم. من 3 روز مریضم، از این بدتر حقمه، ولی از این وقت گذاشتن اگر حتی یک نفر عبرت بگیره، منو همون بس. از همتونم ممنون. خیلی متشکرم از شما، خسته نباشید میگم آقای دکتر. به قول تهیه کننده این برنامه در مورد همین پرونده ها صحبت میکردیم. جناب سربرود میگفتن که درسته که تلخ پرونده ها، درسته که گاهی قلب آدم سنگین میشه، اما ما به یه نقطه فراتر فکر میکنیم و اونم اینه که همه این تلخی ها رو قبول کنیم، تحمل کنیم، به این امید که پیشگیری بشه از وقوع جنایت‌هایی در آینده توسط افراد دیگر، پیشگیری بشه از اتفاقهایی که نباید بیفته، پیشگیری بشه از رابطه‌هایی که متأسفانه بارها و بارها در این پرونده‌ها دیدیم که منجر به قتل شد یا منجر به اتفاقهای ناگواری شد که دیگه هرگز برگشت پذیر نیست و با هیچ پاک‌کنی پاک نمیشه، نه از ذهن خود اون شخص و نه از ذهن اطرافیانش. که ما بسیاری از اون اتفاقات رو بازگو نمی‌کنیم در داخل برنامه، که بازگو نمی‌کنیم به خاطر حرمت رسانه، به خاطر امانتداری پلیس آگاهی تهران و به خاطر خیلی اتفاقهای دیگر. نمیدونم از کجا شروع کنیم با هم دیگه. شمایی که روانشناس فرهنگی هست، از دوستی‌های خیابانی بگیم که متاسفانه خیلی راحت از کنارش میگذریم و همش فکر می‌کنیم که شامل حال بقیه میشه، شامل حال من نمیشه، من طرفم رو میشناسم. از طول زمان دوستی‌هایی بگیم که آفت شده برای خیلی هامون، مانع ازدواجمون میشه، گاهی واقعا منجر به وقوع چنین پرونده‌های تلخی میشه. از یادخواهی‌ها بگیم، از کجا شروع کنیم که کمی قلبمون سبک‌تر بشه؟ از اینجا شروع میکنیم که هیچ جنایتی یک دفعه اتفاق نمیافته، هیچ کسی یه دفعه دیوونه نمیشه. من اصلا این منطقه قبول ندارم. نخواستم با ایشون چالش داشته باشیم، اما در طول این 18 سال من میتونم این چند دقیقه توضیحات روانشناسی است که اشراف داره به قضیه و قطعا این چند دقیقه هم میتونه آموزنده باشه. ده تا قتل دیگه که این آدم در حق خودش کرده. کسی که در حق بی احترامی اصلی رو در حق مادر کی کرد؟ غیر خودم. چه بی احترامی از این؟ یه نفر در طول 4-5 دقیقه حالا مثلا چند تا فحش داد، از این بالاتر نیست که این 5 دقیقه 1 ساعت فحشش ناسزاش بیشتره، یا اینکه تو 18 سال زندگی بکنی که برخلاف مشی، سبک و سیره مادر باشه. برای اینکه ما بفهمیم رفتارمون منجر به قتل میشه یا نمیشه، باید ببینیم رابطه‌مون با پدر مادرمون چجوریه. مگه میشه من یه دفعه آدم بکشم؟ من دکتر بشم، مهندس بشم، نونوا بشم، سرگرد بشم، حق ندارم با مادر و توهین به مادر کدوم جناب سرگرد کدوم بدتر؟ این که مثلا 10 دقیقه یه نفر به من توهین کنه به مادرم، یا اینکه من 18 سال جوری زندگی کنم که اشک مامانمو در بیارم؟
دقیقا ما خواستیم احترام بذاریم، خواستیم درک کنیم این آدما، اما همدردی باش نکردیم. از زبانی که قابیل هابیل رو کشت و بعد برای اینکه پدر مادرش که آدم و حوا بودن نبینن سعی کرد هابیل رو یه جوری مخفی کنه، این تفکر، این اندیشه تو ذهن آدما شکل پیدا کرد. این آدم هم همین اتفاق افتاد. اما چرا در طول 18 سال اینجا اینجوری شد؟ یک، دو تا روش برای زندگی داریم، یا مجردی یا متأهلی. من دوست اجتماعی نمیفهمم یعنی چی، من ازدواج سفید نمیفهمم یعنی چی. اگر ما تا الان خطایی کردیم، راه اشتباهی رفتیم، اگه شنونده این برنامه یعنی خدا دوست داره، میگفت برای من کسی این تلنگره رو ایجاد نکرد، من اگر این تعبیر ایشون اون فضای بازداشتگاه بود، میتونست یه کلامی باشه که یه عارفی، یه روحانی، یه مرشدی، یه معلمی تو یه جایی بگه و مسیر زندگیش عوض بشه. من فکر میکنم اونایی که الان دارن این برنامه رو میشنون خیلی آدمای خوششانسی هستن. چرا؟ چون کلام تاثیرگذار شما جناب سرگرد نتیجه یک عمر کار حرفه‌ایه. اگه تا حالا اشتباه کردیم اشکالی نداره، اما میشه سرنوشت رو از سرنوشت. مهم اینه که تو داستان تکرار شد. یه حدیثی از حضرت امیر علیه السلام هستش که فکر آدم عادت میشه، عادت آدم تو زندگیش میاد، مدینه فاضله میشه و انگار میشه فرهنگ فردیش. یعنی این که یک بار من یه خطایی کردم، آیا این دوره تکرار میشه؟ یک ماه من یه خطایی کردم، یک سال من یه خطایی کردم. بابا خدا به ما عقل داده، ما اشرف مخلوقات خداییم. آدما یه دفعه منطق شیطانی و ابلیسی تو ذهنشون نمیاد. مراقب خودمون و احساساتمون و مهارت‌های زندگیمون باشیم. خیلی خوب، این هم از این ویدیو ماجرای این قتل وحشتناک و این پرونده بسیار تاریک. دیگه ما به شما کد دادیم دیگه، گفتم خیلی از موارد رو نمیتونستیم مطرح بکنیم، اما کدش رو دادیم که رفت بیرون، نمیدونم از نمکی نایلون خرید و چاقو خرید و اینها. این کدها رو به شما دادیم دیگه، تا اونجایی هم که میشد آماده کردیم و برای شما پخش کردیم. خیلی متشکرم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. حتما از ما حمایت کنید، ما رو حتما و لطفاً به دوستانتون معرفی بکنید، به جمع دنبال کنندگان ما اضافه بشید و حتما هم کامنت بذارید. نظرات شما برای ما خیلی مهم و ارزشمنده و منتظر باشید که هفته آینده با یک ویدیوی جدید دوباره من برسم خدمت شما. تا اون موقع همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.